همیهنان گرامی، همزبانان گرامی، هماندیشان و همراهان، روزهای فراوان، من مانی هستم و شما میدونید که یکی از دلایل به بنبست رسیدن جامعه سیاسی در ایران نبود احزاب مستقل، مترقی، نواندیش و پایدار هست. ما در ایران دو سه نوع حزب داشته ایم. یکیش حزب‌های فرمایشی بوده، حزب‌های نمایشی بوده، در واقع حزب نبودن، دولت فرموده، حکومت فرموده بوده، مانند حزب ایران نوین، حزب رستاخیز. وارد جزئیاتشون نمیشم، تاریخش در برابر شماست، میتونید بخورید ببینید. یا احزاب وابسته به دولت‌های خارجی مثل حزب توده ایران، یا احزاب مستقلی که توان چندانی نداشتن مثل حزب پانیرانیست یا سومکا و احزاب دیگه. یه سری حزب هم داریم که در واقع احزاب چماقی هستن، یعنی برای سرکوب جامعه به نام حزب راه میفتن، مثل حزب جمهوری اسلامی که در آغاز پس از شورش سال 57 ایجاد شد و این آقای خامنه ای تا اونجایی که یادم هست دبیر اولش بود، مسئولش بود، روزنامه جمهوری اسلامی را همراه انداختند و یکی دیگه هم احزاب گوناگونی همکنون هم در ایران هستن، ولی هیچ نشانی ازشون نیست. چرا؟ یا جمهوری اسلامی اجازه نفس کشیدن به اونها نمیده، یا اینکه اینا هم احزاب حکومت فرموده هستن برای روزگاری که نیاز به بحث حزبی یا انتخابات هست، اینا ها به میدان بگذارن برای حفظ اسلام ناب محمدی و حکومتش. همین هفته پیش هم اعلام شد که چماقدار بزرگ جمهوری اسلامی الله کرم میخواد حزب چماق درست کنه. البته اسم دیگری گفت، من اون نامش رو یادم نیست، ولی حزبی که یک چماقدار درست میکنه اون بهتر است که حزب چماق نامش باشه. حزب واقعی در یک جامعه توسعه یافته به طور نسبی، در یک جامعه آزاد و بدور از دخالت دولت در چارچوب قوانینی که برای احزاب تصویب شده است شکل میگیرد، باید پلتفرمش، برنامهش و اهدافش و رهبرانش کاملا مشخص باشند که چه میخواهند و چه میگویند. در چنین جامعه است که یک حزب از درون مردم شکل میگیره، با رأی مردم، با کمک مردم، یارانه مردم و یارانه یک دولت مردمگرا سرپا میمونه، اهدافش رو مشخص میکنه، پیش میره و هیچگاه به بلندگوی حکومت تبدیل نمیشود. حال اگر حکومت رو گرفت، اکثریت رو داشت، خب برنامه خودش رو پیش میبره. در این برنامه که همکنون ما در خدمت شما بینندگان هستیم و چند برنامه پس از این میخواهیم به تاریخ احزاب، تعریف حزب و احزاب در ایران و اینکه چرا احزاب در ایران هرگز موفق نشدند و برای اینکه حزبای درستی در ایران به وجود بیاید میخوایم صحبت بکنیم. من در خدمت دوستان ارجمندم هستم، آقای بیژن افتخاری گرامی و آقای سلیمانی امیری ارجمند. به هر دوی دوستان خوش آمد میگم و از همین آغاز برنامه رو میسپارم که آقای سلیمانی آغاز کنند. آقای سلیمانی، حزب یعنی چی؟ یک حزب واقعی رو منظورم است، نه یک حزب فرمایشی. در چه شرایطی به وجود میاد و چگونه باید به وجود بیاد تا بتونه پایدار بمونه؟ زمینه‌های دولتی، اجتماعی، توسعه سیاسی و جامعه از نظر رشد
اجتماعی چگونه باید باشند که یک حزب بتواند ریشه در مردم داشته باشد و مردم او را به وجود بیارند و سخنگوی بخشی از مردم باشه. در خدمت شما هستم. با درود خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی، جناب افتخاری. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. من ساعت جلوم هست جناب مانی، فقط هر زمان که صحبت من طولانی شد بفرمایید که من مطالبم رو تا اونجا دیگه نگه دارم. خب من و شما یک برنامه‌ای داریم در تلویزیون مانی، به توسعه سیاسی میپردازیم، به نقش مردم، نخبگان و دولت. بخشی از توسعه سیاسی مربوط به احزاب و تحزب که خوشبختانه در خدمت جناب افتخاری هم هستیم و این بسیار اهمیت داره که در چند جلسه ما به این مسئله بپردازیم. اندیشمندان حوزه توسعه معتقدند که اساساً تحزب بدی‌ترین و برترین سطح در توسعه سیاسی است. یعنی جایی که گروهی از مردم به دنبال مطالبات مشترکی هستند، در قالب یک تشکل اون رو مطالبه میکنن، برای اون به دنبال کسب قدرت هم هستن و از اینجا حزب با جامعه مدنی جدا میشه، با NGO ها زاویه میگیره و رقابت های خاص خودش، تشکیلات خاص خودش، ویژگی ها و کارویژگی های خاص خودش رو هم داره که به یکایک اونها میپردازیم. گاهی ما تصویر ناصحیحی از احزاب رو در درون ایران داشتیم و به نوعی هم عادت کردیم به همان روش کار کردن، ولی بد نیست که بتونیم یک بار برای همیشه این مسائل رو مطرح بکنیم و به مخاطبین خودمون این ویژگی ها رو نشان بدیم که کار احزاب چیست، یک سیاستمدار حرفه‌ای چگونه عمل میکنه، مردمی که متفرق و متشتت هستن رو چگونه میشه در قالب احزاب جمع کرد، کسانی که علاقمند به کارهای سیاسی هستن و چه کارویژه هایی احزاب داره که هم میتونه در توسعه سیاسی کمک بکنه و هم نقش اجتماعی برجسته‌ای رو داشته باشه، چه در زمینه فشاری که به دولت وارد میکنه، چه زمانی که دولت رو تصاحب میکنه. بنابراین اینها مباحث بسیار گسترده است. اما احزاب یا به نوعی حزب، خب یک ترجمه است از کلمه پارتی که در فرانسوی پختی به معنای رفتن یا قسمت کردن هست و در گذشته به کسانی که هم فکر بودن، در یک روش اجتماعی در کنار هم قرار می گرفتن نام میبره. ما در اسلام هم همین رو داریم. شما دیدید میگن حزب شیطان، یعنی کسانی که بعضا دارای تفکراتی هستند که با اسلام زاویه داره و به خودشون حزب الله میگن، یعنی کسانی که فکرشون، روششون، همفکریشون در راستای اون مسائل اسلامی است. یا مثلا جنگ احزاب رو ما در اسلام داریم که این احزاب کسانی بودن، گروه های مختلف که برای مقابله با اسلام در کنار یکدیگه قرار گرفت. احزاب به مرور زمان تبدیل شدن به آنچه که ما امروز در جامعه مدرن میبینیم. اما در مورد نحوه تشکیل احزاب سه دیدگاه شاخص وجود داره. یک دیدگاه نهادی است که افرادی مثل موریس دورژه و دیگران این نظر رو تقویت میکنن. میگن احزاب به شکل خام اون در اصناف بوده، در سندیکاها بوده، در گروه‌های پارلمانی بوده، در کسانی که منافع اجتماعیشون یکسان بوده. اینا دور هم جمع می‌شدن، حالا در مراکز خاصی، و بعد یاد گرفتن که خب ما این تجمع، این گروهی کار کردن رو تبدیل کنیم به یک کار نظاممند، به یک کار سیستماتیک، و به مرور احزاب شکل گرفت. گروه دیگر افرادی مثل مکس وبرن که اینا معتقدن که نه، احزاب از قبل یک سیر تاریخی شکل گرفتن و به مرور با توجه به تغییراتی که خب ساختارهای اجتماعی داشتن، انقلاب‌های صنعتی داشتن، بحث‌های ملت‌سازی مطرح شده، دولت مطلقه مطرح شده، اینا هم خودشون رو بروزرسانی کردن. مثلا وبر در مورد احزاب اولیه مثلا گلف ها به عنوان کسانی که طرفدار پاپ بودن و ژیبلیان ها یعنی کسانی که طرفدار امپراتور بودن نام میبره که اینها
گروه های خاصی بودن که اون زمان شکل گرفتن. یا در انگلستان شما در قرن 17 وقتی میخواستن پادشاه جانشینی انتخاب کنن، یه نزاعی بین افراد مختلف، اشراف و گروه های دیگه رخ داد. کسانی که طرفدار پادشاه بودن شدن توری، یعنی کسانی که بعداً محافظه‌کار لقب گرفتن، و کسانی که موافق پارلمان بودن ویک ها بودن که بعداً تبدیل شدن به لیبرال ها، یعنی به مرور زمان. بنابراین وبر معتقده که احزاب به همین دلیل متنوعن که در زمانهای مختلف بسته به نزاعهایی که رخ داده شکل گرفتن. در همین دو مسئله‌ای که من عرض کردم شما میتونید رگه های مذهب رو ببینید، جایی که گلف ها طرفدار پاپ ها هستن در برابر جیبلیان ها، یعنی کسانی که طرفدار امپراتورن. پس نزاع یک امر دینی سیاسی است. یا در مورد نهادهایی که در انگلستان شکل گرفت، به مرور مثلا احزاب کارگر ایجاد شدن. خب اینا بسته به شرایط مسائل صنعتی رخ داد، انقلاب صنعتی، یعنی جایی که سرمایه‌داران، کارگران تا حدودی جدا شدن، طبقات اجتماعی جدا شد و کسانی آمدند و خودشون رو مدافع مطالبات کارگران در نظر گرفتن. پس این دومین زمینه هست که نظریه پردازانی معتقد هستند احزاب بدین نحو شکل گرفت. سومین نظر افرادی مثل هانتینگتون و دیگرانه که بحث توسعه رو مطرح میکنن. میگن احزاب به دلیل اینکه در این زمینه‌های لیپست و دیگران هم هستن، به دلیل اینکه جوامع توسعه پیدا کردن و یکی از ملزومات توسعه پیچیده بودنه، تخصصی بودنه. به همین دلیل هست که شما در امر سیاسی هم نیاز دارید خیلی پیچیده عمل بکنید، تخصصی عمل بکنید و خیلی دشواره که یک انسانی بگه من مستقلم و بعد بتونه به راحتی که حسب قدرت نائل بیاد. نه، نیاز به همراهی گروه‌های همفکر خودش داره، همسازمانی‌های خودش داره، رهبری‌های خاص داره، ایجاد ایدئولوژی داره. برای همین فراگیری احزاب و گروه‌های دیگر سبب میشه که کار به همون اندازه تخصصی و پیچیده باشه. در نتیجه احزاب حاصل توسعه هستن و به توسعه هم کمک میکنن. یعنی اینطور نیست که یک گام فقط ما نیازمند این هستیم توسعه ایجاد بشه و بعد احزاب ایجاد بشن. نه، به همون اندازه که جامعه آگاه توسعه های حداقلی وجود داره در مراحل شکل گیریش، نیاز به وجود احزاب هم هست. در مورد احزاب آنچه که اهمیت داره یکی خاستگاه احزابه که ما به مرور در طول این جلسات به اون خواهیم پرداخت که چگونه نام بعضی از احزاب مذهبی است. شما در آلمان هم میبینید مثلا دموکرات مسیحی میبینید. خب این مسیحیت از کجا گرفته شد؟ برخی طبقاتی است، یعنی مثلا بحث کارگر مطرح، بحث گروه های مختلف اجتماعی مطرح، بخش دیگر نژادی است، بخش دیگر برمیگرده به ساختارهای مرکزگرا، پیرامونگرا. پس خواستگاه احزاب بسیار متنوعه، در جامعه ما هم میتونه متنوع باشه. بخش دیگر به خود زمینه های احزابه، یعنی ما احزاب رو به شکل کلیش به دو دسته میتونیم تقسیم کنیم: احزاب نخبه گرا و احزاب توده گرا، مردم گرا، عموم گرا، که حالا به مرور به اینا برخواهیم کنیم. دیگر مسئله مالی احزاب، این احزاب چگونه عضوگیری میکنن، چگونه مسائل مالی خودشون رو حل میکنن و چگونه به خودشون سر و شکل میدن. اینا بحثایی است که ما در آینده به شکل ویژه خواهیم داشت. و مهمترین بخش کار ویژه های احزابه. اصلا ما چرا نیاز به حزب داریم؟ این احزاب چیکار میکنه؟ این که شما فرمودید در نظام های سیاسی استبدادی نسبت به احزاب یک نام و یک اعتبار منفی داده میشه، بخشش به اون کارویژه های احزاب برمیگرده. ضمن این که یادمون نره بزرگانی که در کشورهای غربی بودن الزاماً با احزاب سرسازگاری نداشتن، اما احزاب توانستن به مرور شایستگیشون نشان بدن. یعنی شما برید به پدران بنیانگذار امریکا نگاه بکنید، اکثرشون با احزاب مشکل داشتن. چرا؟ چون احزاب رو سبب انشقاق جامعه میدونستن، سبب برهم خوردن اتحاد میدونستن. مثلا در خود امریکا تا اینکه بعدها از قبل درگیری هایی که میان همیلتون و جفرسون رخ داد، خب یکی نخبه گرا بود، یکی توده گرا یا مردم گرا بود، آرام آرام ریشه های احزاب شکل میگیره. پس طبیعیه که بسیاری از کسانی که
محافظه‌کارن مثل ادموند برک و دیگران، اینا نگاهشون نسبت به احزاب زیاد چیز مقبولی نیست، چون احساس میکنن احزاب سبب درگیری ها، انشقاق و مشکلاتی در درون جامعه میشه. طبیعیه که در درون نظام های ایدئولوژیک که حالا ما باز بعداً به اون خواهیم پرداخت، ایدئولوژی هایی که وحدتگرا هستند مثل اسلام، مثل کمونیسم، مثل نازیسم، مثل فاشیسم، احزاب رو تحمل نمیکنن که اینها مباحث آینده ما خواهد بود. بنابراین اهمیت احزاب از چند جنبه است و مهمترین بخش اون به اینه که توسعه سیاسی بدون احزاب نشدنی است، دموکراسی بدون احزاب نشدنی است، یه جای کار مشکل خواهد خورد. من عرضم تا اینجا تمام، در نوبت بعد نکات دیگری رو عرض خواهم. بله، سپاس فراوان. آقای افتخاری، شما هم بنزه ایشون 10 دقیقه فرصت هست که دور اول نظراتتون رو بشنویم، بعد دور دوم میتونیم گسترش بدیم نظرات. بفرمایید. بله، خیلی متشکرم. درود بر شما جناب مانی گرامی و درود بر مهمان برنامه جناب آقای سلیمانی امیری. موضوع بسیار مهمی است برای اینکه میتواند در سرنوشت هر کشوری وجود یا عدم وجود احزاب تاثیر عمیقی بگذاره. توضیحات جناب سلیمانی بسیار خوب و کافی بود. من چند تا نکته که به نظرم میرسه اضافه میکنم و اون این هستش که اصولا حزب یک مجموعه است، یک سازمانی است که قرار کار سیاسی و اجتماعی بکنه. یک مجموعه است از افرادی که دارای طرح‌ها و ایده‌ها و عقایدی نسبت به اداره کشور هستند و به جای اینکه جدا جدا باشن کنار هم قرار میگیرن، افکارشون رو در جامعه مطرح میکنن. معمولا این دسته از افراد رو به عنوان نخبگان سیاسی یا اجتماعی میشناسیم و وقتی که افکارشون مطرح میشه عده‌ای در جامعه به اون تمایل پیدا میکنن و این مجموعه میتواند شروع به کار بکنه تحت این عنوان که میخواد در اداره کشور مشارکت کنه. پاره از افراد دانا حزب رو یکی از بالاترین مراحل برای مشارکت مردم در اداره کشور خودشون میدونن. یعنی از طریق احزاب هست که مردم میتوانند در اداره کشور مشارکت کنند. بنابراین یک ضرورت هست اگر ما دنبال دموکراسی مدرن هستیم برای آینده کشورمون، قطعا باید احزاب گوناگون باشه تا تکثر اندیشه در جامعه رو بتونه بهش پاسخ بده. ایران امروز ما هم داره همین وضعه، یعنی افراد مختلفی با افکار مختلفی وجود دارن، اندیشمندان مختلفی هم وجود دارن و بسیار لازمه که اگه قرار هست این جنبه عملی به خودش بگیره، احزاب گوناگون تشکیل بشه و این احزاب در یک رقابت سالم بتوانند در اداره کشور از طریق پارلمان شرکت بکنند. منتها این رو باید دقت بکنیم. ما در کشورهای مختلف تجربه احزاب مختلف رو داشتیم. ما فرض بفرمایید که در ایران یا در اتحاد جماهیر شوروی یک حزب داشتیم. حزب بوده ولی تک حزبی بود. فرض بفرمایید در آمریکا ما تجربه 2 حزب مؤثر داریم. نه اینکه احزاب دیگه نیستن، هستن، ولی اینجا روش جوری شده که فقط 2 حزب میتونن مطرح باشن و مردم بین این دوتا باید انتخاب کنن. و در کشورهای مختلفی هم هست که چند حزبی است و احزاب با هم رقابت میکنن و گاهی هم ناچار میشن که با هم ائتلاف بکنن. دقت بفرمایید، ائتلاف احزاب به این معنی است که یک گروهی با یک نوع طرز تفکر و گروه دیگری با طرز تفکر دیگری
میان در کنار هم قرار میگیرن تا بتوانند اداره کشور رو به عهده بگیرن و این بسیار کار سختی است ولی خب عملی است و داره انجام میشه. تمام اینها برای این هستش که جناب مانی گرامی که جامعه دچار خودکامگی یا دیکتاتوری نشه. یعنی وجود احزاب گوناگون به نوعی خودش میتونه تضمین بکنه، البته نه الزاماً ولی میتواند تضمین بکند دموکراسی در جامعه رو و شفافیت در جامعه رو. البته اونم پایه هایی داره. احزاب به اصطلاح دستساز، فرض بفرمایید در رژیم گذشته حزب مردم بود و حزب ایران نوین که هر دو دستساز بودن، قرار بوده یکی در قدرت باشه و اون یکی نقش اپوزیسیون رو بازی کنه، ولی مرزهای مشخصی داشتن که هیچ کدوم رد نمی‌کرد. در جمهوری اسلامی امروز احزاب گوناگونی هست ولی همه اینا دستساز رژیم هستند برای اینکه نمایشی از دموکراسی باشه. اینها باید ما خیلی تفکیک بذاریم بین احزاب دستساز نظام و احزابی که مردم بنیان هست، مردم به وجود آوردن یا نخبگان فکری مردم اون مجموعه رو به وجود آوردن و مردم هم از اونها دارن حمایت میکنن. بنابراین خیلی باید مراقب بود به خصوص در جمهوری اسلامی یا نظام‌های دیکتاتوری، چون قرار هست یک به اصطلاح تئاتری بازی بشه تحت عنوان دموکراسی. خب برای این تئاتر لازم دارن که صحنه رو جوری آرایش بدن که ظاهرا دموکراسی است، بنابراین حزبم لازمه. ولی هر حزبی الزاما به معنی این نیستش که در اون دموکراسی نوین یا مدرن میتونه نقش بازی کنه. بعضی از اینها جنبه سرکوب دارن. همونطور که شما گفتید قرار حزب چماق هم تشکیل بشه. اینا بیشتر عوامل نظام حاکم هستن که میخوان از این طریق بخشی از جامعه رو با خودشون همراه بکنن و به سرکوب بخش‌های دیگر بپردازن. من اینجا متوقف میشم برای اینکه فکر میکنم جناب سلیمانی میخوان برگردن به بیشتر تاریخچه احزاب. من خواستم ضرورت احزاب رو برای عزیزانی که گوش میدن توضیح بدم و اینکه این ضرورت یک امری است که جامعه مدرن بر اون تکیه داره. یعنی اگر ما خواستار یک جامعه مدرن هستیم باید بخوایم که نخبگان فکری ما احزاب گوناگون رو به وجود بیارن با توجه به طرز تفکری که دارن و مردم باشن که انتخاب بکنن و به این ترتیب مردم در آینده کشور خودشون مشارکت میکنن. چرا که وقتی شما یه حزبی رو به وجود میآورید و یک گفتمان مشخصی رو مطرح میکنید باید کسانی رو تربیت کنید که اگه یه روزی به قدرت رسیدید اون برنامه رو اجرا بکنن برای شما یا توانایی اجرا داشته باشن و اونها رو به مردم معرفی کنید. اونها میشن نمایندگان مردم برای اداره کشور. بنابراین مبحث زمانی مطرحه که ما وارد یک جامعه مدرن میخوایم بشیم. در جوامع بسته مثل جمهوری اسلامی یا مثلا کره شمالی اصلا این بازی ها یا نیست یا اگر هم هست بیشتر همونطور که عرض کردم تئاتره. بنابراین خیلی مراقب باشیم که ما دوچار یه همچین وضعی نشیم که خب آقا تو ایران احزاب هست دیگه بریم اونا رو درستشون بکنیم. نه، اونا به واقعیت فقط اسمی از حزب دارن و احزاب واقعی باید تشکیل بشن. تاریخچه حزب توده هم میتواند برای ما تا حدی رهگشا باشد که احزابی که در ایران در اون زمانهای حدود 100 سال پیش تشکیل میشدن بر چه مبنایی تشکیل میشدن؟ آیا
خواستگاه مردمی داشته یا با دستور برادر بزرگتر تشکیل میشن. اینا نکاتی است که حالا امیدواریم در طی صحبت ها بهش بپردازیم. بفرمایید جناب بانی گرامی. بله، سپاس فراوان. جناب سلیمانی، ما برای داشتن احزاب پیشرو و مستقل نیاز به یک جامعه نسبتاً آگاه داریم و یک حکومت و قوانینی که مدرن باشه، امروزی باشه. از همون آغاز هدفش این نباشه که، من نظام حکومتی رو دارم میگم نه شکل حکومت رو، هدفش این نباشه که در واقع احزاب رو به خدمت خودش بگیره. چرا که در جوامع مدرن این احزاب هستن که دولت ها رو تشکیل میدهند، نه دولت ها احزابی رو به وجود بیاورند یا زیر پر و بال خودشون بگیرن. بنابراین اگر سخن دیگری از دور نخست هنوز دارید که ادامه بدید، لطفاً ادامه بدید و نیز اشاره کنید که یک حزب مدرن چه ویژگی هایی داره، در چه جامعه با چه ویژگی هایی میتونه به وجود بیاد و پایدار بمونه و اون نظام حکومتی که مردم برای خودشون انتخاب میکنن چگونه باید پیرو احزاب باشه یا در دست احزاب کارهاش رو پیش ببره. بفرمایید. بله، من ابتدا از فرمایش شما شروع بکنم. البته این نکته هم بگم، آقای ریموند آرون معتقده که اصلا تحزب در نظام‌های تک حزبی وجود نداره، چون لازمه تحزب رقابت. جایی که یک حزب وجود داره عملا ما تحزب نداریم. حالا چرا برخی سیستم ها سعی میکنن تک حزبی کنن؟ این برمیگرده به نگرشی که سیستم های حکومتی دارن. ببینید، تک حزبی برای برخی از دولت ها کارایی داره، کارویژه‌هایی داره. مثلا شما در نظام های تک حزبی کسانی رو دارید که تصمیمات سیاسی رو موجه نشون میدن. یعنی یک رئیس جمهور، یک نخست وزیر یا یک رهبر یک حرفی رو میزنه، احزاب به دلیل اون گستردگی تشکلی که دارن در مناطق مختلف کشور، شما برید امروز رسانه‌های تلویزیون و اینا رو نگاه نکنید، در گذشته که اینا فراگیری نداشت، یه ابلاغیه‌ای مثلا از سوی دولتی که با حزب یکی بود، مثلا حزب رستاخیز، شما اینجوری فکر کنید، ابلاغ میشد به نمایندگی‌های حزب مثلا در فلان شهرستان. خب اونها در میتینگ های مختلف، در جلسات مختلف، همان چیزی رو که سیاست حکومت بود یا سیاست دولت بود برای مردم موجه میکردن. با اینکه مردم نمیدونستن که خب اون تصمیمی که شخص رئیس جمهور گرفته یا رهبر گرفته یا شاهنشاه گرفته مقصودش چی بوده. اینها رو احزاب انجام میدن. پس سیستم های تک حزبی یکی از اهدافشون اینه که تصمیمات دولت رو تایید کنن، موجه کنن و به گوش مردم برسونن. دومین کارکردش اینه که گستره این احزاب که در جاهای مختلف شکل میگیره بتونه کادرسازی بکنه برای دولت. یکی از اهداف حزب رستاخیز هم همین بود. شما اگر میخواستید برسید به مدارج بالای سیاسی باید عضو حزب میشدی، یعنی به شکل بیرونی یا حزب دیگر رو قبول نداشت. این بحث‌های خیلی مهمی است که ما در آینده خواهیم داشت. در حتی بحث توسعه هم این کار رو خواهیم کرد، در مورد بحث بحران نفوذ. یعنی شما میایید میگید هیچ کس حق نداره وارد فعالیت سیاسی شه مگر وارد حزب رستاخیز بشه. پس کار ویژه حزب رستاخیز اینه که کادرسازی کنه برای دولت آینده. یعنی شما مجبورید از اون مطالبات و علایق خود دست بکشید، وارد حزب رستاخیز بشید. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، بعد به مرور خودتون نشون بدی که با برنامه‌های حزب که همون برنامه‌های حکومته منطبقی، لیاقت داری، توانایی داری، تا بعداً شما میرسی به مدارج بالای حزب، دبیر کل میشی، معاون میشی، نمیدونم جزء کمیته مرکزی میشید و بعدها شما مثلا میشی وزیر فلان. یعنی مثل همین دانشگاه‌هایی که دیدید حکومت‌های استبدادی برای خودشون تأسیس میکنن که از دل اون کارت سازی بکنن. مثلا شما الان دانشگاه امام صادق یکی از همچین دانشگاه‌هایی است که افرادی رو جذب میکنن کارت سازی بکنن برای اون مقاصدی که خودشون میخوان. یا دانشگاه صدا و سیما
دانشگاه مربوط به سپاه. از این دست مسائل در نظام‌های بسته وجود داره که میخوان کادسازی بکنن. بنابراین اینگونه نیست که ما بگیم تک حزبی کارایی نداره، کارایی داره، اما برای رژیم کارایی داره، اما کاری به دموکراسی نداره و اصلا براش هم اهمیت نداره که کار دموکراتیک رو انجام بده. خب حالا بحث بر سر اینه، ما احزاب رو ویژه جوامع توسعه یافته دیدیم، پس مسئله تک حزبی از بحث ما خارج اساس. تک حزبی ها در نظام های ایدئولوژیک بسته‌ای هستند که همون نظام ایدئولوژیک بسته اجازه تحزب رو نمیده، چون میگه حقیقت همون چیزیست که من دارم، ایدئولوژی درست همون چیزیست که من دارم، در حالی که در دموکراسی ها فرض بر اینه که حقیقت نزد یک گروه نیست، نزد گروه های دیگر هم هست، باید همه رو شنید. اساس پایه تحزب، اولین ویژگی یک حزب ایدئولوژیه، گفتمانه. یعنی هر حزبی بر روی گفتمان شکل میگیره، بر روی گفتمانی که ارزش‌ها رو مشخص میکنه، منافع یک گروه رو تبیین میکنه و افرادی رو که به اون منافع تعلق دارن رو پیرامون همدیگه جمع میکنه در یک مقیاس یا محدود، ایالتی یا در حد کشوری. بنابراین این ایدئولوژی بسیار مهمه. اما خود این ایدئولوژی از کجا بیرون میاد؟ ما احزاب مختلفی داریم، ایدئولوژی‌هاشون هم خیلی مختلفه. تقریبا 3 زمینه وجود داره برای ایدئولوژی‌ها. یکی بحث طبقاتی اجتماعی است، یعنی مثلا کارگر. خب کارگر یک گروه اجتماعی است، مربوط به یه منطقه جغرافیایی هم نیست، در سطح کشور پراکنده است. یا کسانی که کارگر نیستن اما مدافع حقوق کارگرانن، اینها جمع میشن حزب کارگر رو تأسیس میکنن برای اینکه مثلا ساعت کار رو کاهش بدن، بیمه رو افزایش بدن، دستمزدها رو بالا ببرن، مرخصی ها رو. بنابراین رقابت میکنن برای منافع طبقه کارگر یا اون گروه کارگر، یا معلمان یا پزشکان. حالا شما هر گروه رو میتونید در نظر بگیرید. زنان، اساساً گروه هایی که احساس میکنن در این سیستم و نظم موجود مطالبات اونا نادیده گرفته شده، برای دیده شدن باید قدرت رو کسب کنیم، چون بدون کسب قدرت شما میتونید در جامعه مدنی فعالیت کنید. جامعه مدنی هم گروهی از مردم هستند درگیر منافع و مطالبات اجتماعی هستند، دغدغه‌های اجتماعی دارن، اما اونها به دنبال کسب قدرت نیستن، فقط انتقال دهنده پیامن و دولت رو تحت فشار قرار میدن که شما به مطالبات این بخش از جامعه با توجه بکنید. یا NGO ها که اساساً کارشون عامل منفعه است، خیری، انجمن خیریه ان، اما دغدغه‌های مختلفی دارن، ولی احزاب خودشو با اینها جدا میکنه در اراده کسب قدرت. یعنی در درون جامعه نخبگانی که میخوان جامعه رو تغییر بدن به صرف سفارش و توصیه نمیتونن این کار رو بکنن. احساس میکنن که آقا ما هرچی حرف بزنیم دولت که حرف ما رو نمیفهمه، به ما توجه نداره، او اولویت‌های خاص خودشو داره. پس چه بکنیم؟ میگن یه قدم جلوتر بذاریم، یعنی اصلا قدرت رو کسب کنیم، یعنی بتونیم مجلس رو در اختیار بگیریم که قوانین خودمون رو تصویب کنیم. اگر تونستیم نخست وزیری یا ریاست جمهوری رو هم اختیار بکنیم که مجری اون طرح‌ها هم باشیم، چون ما طرح رو تصویب میکنیم، ممکنه در زمان اجرا رئیس جمهور یا نخست وزیر این کار رو به درستی انجام نده. ما که میخوایم تضمین داشته باشیم هم نیاز داریم قانون تصویب کنیم، همون قانون رو اجرا بکنیم. بنابراین وارد کار حزب و تحزب میشیم، هم مجلس رو تسخیر میکنیم، هم ریاست جمهوری رو تصرف میکنیم. حالا میتونیم برنامه‌های خودمون رو اجرایی کنیم. پس کسانی که، نخبگانی که احساس میکنن که جامعه نیازمند تغییر بنیادین هست، از طریق کسب قدرت این کار رو میکنن. و در دموکراسی ها هم کسب قدرت امر بدی نیست. اساس کار سیاسی اینه که شما بگید من وقتی این طرح رو دارم باید قدرت داشته باشم، اگه حرفم درسته میخوام با قدرت این کار رو انجام بدم، و من وقتی قدرت ندارم چطور میتونم طرحمو اجرایی بکنم، چطور میتونم طرحمو تصویب کنم. بنابراین اولین زمینه‌ای که ایدئولوژی احزاب از دل اون بیرون میاد بحث طبقات اجتماعی است، گروه‌های مختلف اجتماعی است، قومی است. گروه دوم یا زمینه دوم عقیده است.
مثلا شما نگاه مذهبی دارید، نوع نگاهت ناسیونالیستی است، نوع نگاهت برگرفته از یک ایدئولوژی یا یک تفکر عقیدتی است، پیرامون اون حزب تشکیل میدی، چون احساس میکنی که اگه ما این حزب رو تشکیل ندیم گروه های دیگه منافع مذهبی ما رو نادیده میگیرن. شما این نمونه های این رو در آلمان مثلا میبینید. بنابراین اون پسوندهای مسیحی که پیرامون اینها وجود داره ناشی از همین نگرش هاست که اینا سوابق تاریخی داره، حالا ما بعداً به اون خواهیم پرداخت. پس بنابراین گرایش های عقیدتی هم یکی از اونست. سومین زمینه شرایط حادی است که برای کشور پیش میاد. مثلا کشوری که دولتی یا حکومتی اون رو تسخیر کرد، خب این استقلال طلبی از چنگ استعمار یه گروهی رو پیرامون همدیگه متحد میکنه. غالبا نگاه‌های ناسیونالیستی در اینجا شکل میگیره که مردمی در ضعفن اما پیشینه قوی داشتن، مستقل بودن، امروز احساس میکنن که یه قدرت دیگه همه چیز در اختیار گرفت، بنابراین میرن به اون سمت. یا جنگ سبب ساز تشکیل احزاب میشه، جنبش های ضد جنگی که بعداً به مرور زمان تبدیل میشن به احزاب یا در برنامه احزاب جا میگیرن، نگرش صلح، نگرش ضد جنگ. دیگری کاریزماست، یعنی یک شخصی کاریزماتیک که پیرامون اون گروهی جمع میشن، از فرقه آغاز میشه، گروه متشکل میشه، بعد احساس میکنه که خب چه اشکالی داره، میتونم قدرتم کسب کنم، وارد فاز تحزب میشه. بنابراین این سه زمینه اساسی هستن که اون نخ تسبیح احزابن. خب پس یکیش ایدئولوژیه که زمینه‌اش اینا بود. دومی که از همه مهمتره سازمانه، یعنی مهمترین ویژگی احزاب سازمانه که ما در آینده باید به شکل مفصل به این مسئله بپردازیم که این سازمان ها چه هستن، کار ویژه هاشون چیه، چیکارا میکنن. سومین مسئله که در احزاب وجود اعضا هست. غالبا اعضا کسانی هستن، حالا دسته‌بندی هم میشن از هوادار گرفته، عضو گرفته تا مبلغان گرفته، کمیته مرکزی گرفته، حتی در برخی از احزاب میلیشیا هستن. یعنی شما بعضی از احزاب وجود دارن که حالا اینا رو ما بعدا بحث خواهیم کرد، سنگینی حزب روی میلیشیاست، یعنی رو بخش نظامی است. شما در حزب ناسیونال سوسیالیسم کارگری که بعدا شد حزب نازی میبینید اون اهمیت بحث میلیشیا که قدرت حزب روی هوادارا نیست، مثلا هوادارا اهمیت ندارن. هیتلر هم همیشه همین رو میگفت حزب برای ما اون هوادار نیست، برای ما اون کسانی هستن که حاضرن برای ما کشته بشن، برای ما بکشن. یعنی سنگینی رو میذارن بر روی اون بخش از حزب. برای بعضی دیگه اعضا کمیته مرکزی مهمه، یعنی اعضا اونقدر مهم نیستن که کمیته مرکزی مهمه. یعنی عرض اینه که خود اعضا هم دسته‌بندی های متعددی دارن که حزب خودش رو بر روی اونها بار میکنه. دیگری مسئله مالی حزبه. خب حزب اگر مسائل مالی نداشته باشه چطور میتونه رسانه داشته باشه، چطور میتونه تشکیلات داشته باشه، چطور میتونه دست به حالا اون کارسازی ها، رسانه ها، مبلغان و گروه های دیگه بزنه. خب این مسائل مالی چگونه تهیه میشه رو در آینده بحث خواهیم کرد، ولی خیلی خلاصه عرض کنم. یکیش حق عضویته، یعنی شما مثلا از اعضا و هواداران میخواین سالانه، ماهانه، حالا بسته به توافقه، بخشی از هزینه های حزب رو اونا به عنوان حق عضویت پرداخت. بخش دیگر سرمایه گذاریه، یعنی احزابی هستن که از قبل مثلا سرمایه گذاری در بخشهایی از صنعت، تجارت درآمدی برای خودشون دارن. بخش دیگر هدایاست، یعنی شرکت های بزرگ، چون یکی از کارویژه های احزاب اینه که منافع گروه های مختلفی که هوادارش هستن هم تامین میکنه. مثلا شرکت های اسلحه سازی فرض بگیرید، شرکت های مختلف مواد غذایی که گروه های مختلف مربوط به انرژی، شما در امریکا هم هستن، مثلا برادران کوخ مثلا میان از جمهوری خواهان حمایت میکنن، یک گروه عظیم با منابع مالی. در زمانی که انتخاباتی هست و رقابتی هست، چون این حزب منافع اونها رو تامین میکنه، اونها به این حزب کمک میکنن که صداش بیشتر شنیده بشه، نگاهش بیشتر شنیده بشه. بنابراین بحث مسائل مالی هم هست. دیگری رهبریه. اما یه نکته وجود داره، اساسا در تعریف حزب معتقدن حزب یک تشکیلاتی است که جدای از رهبره، یعنی با مرگ رهبر یا بیرون رفتن رهبر حزب از هم نمیپاشه. این یه ویژگی است. اما یه زمانهایی شخصیت‌هایی در درون احزاب
به وجود میان یا قدرت میگیرن که حزب رو تحت شعاع قرار میدن. ما در آینده باز هم نسبت به اینا ریز خواهیم شد، چون یکی از مشکلات عمده ما این بحث کیش شخصیته که همیشه ما داریم و وقتی یکی از اینها وارد احزابی میشه میتونه اهداف حزب رو، طرحهای حزب رو یا به انحراف ببره یا با بیرون رفتن خودش به حزب ضربه بزنه. بنابراین احزاب این گونه ساختارهایی رو دارن، بر روی ایدئولوژی ها سوار میشن، هدفشون کسب قدرته برای اینکه بتونن اون نگاه و مطالبات خودشون رو در درون جامعه اجرایی بکنن. اما میگه نزدیک به 23 مورد از کارکرد احزاب رو تا حدود زیادی تونستم استخراج بکنم از دیدگاه‌های مختلف کسانی که در حوزه احزاب نظر دادن که در 3 بخش مردم، جامعه و دولت اونها رو میشه تقسیم بندی کرد که اگر فرصت بشه حالا یا در این برنامه یا اگر نه که در برنامه‌های آینده که به مرور ادامه میدیم اون کارویژه ها رو میشمریم، چون اهمیت داره برای ما و دوباره اینجا بازنمایی میشه مطالبی که ما عرض کردیم در اون بخش‌ها گاهی برجسته تره، گاهی هم کم رنگ تر. بفرمایید. بله بسیار خوب. جناب افتخار گرامی، ما در نامگذاری احزاب اگر دقت کنیم میبینیم که اینها نامهایی برای خود برمیگزینند که پنداری نماینده تمام مردم کشور هستند. همون زمانی که جمهوری اسلامی تازه شکل گرفته بود، حزب جمهوری اسلامی رو درست کردن. یعنی همه اون 98% که رأی دادید به جمهوری خمینی، جمهوری اسلامی، حزبش ماییم. یعنی دیگه این مال نه طبقه کارگر، نه سرمایه‌دار، نه میانه است، نه چپ، نه راست، نه ملیگراست، اصلا حزب همه است. یا حزب مردم ایران، یعنی همه مردم ایران، یا حزب خلق مسلمان که داشتیم آیت الله شریعت مداری رئیسش بود. اینا اسامی گول زنک هستند. هر حزبی اگر واقعی باشد اهداف معین از اقشار معین یک جامعه رو نمایندگی می کند. نمی تواند هم نماینده و سخنگوی بگوییم کارگران باشد و هم سخنگو و نماینده سرمایه‌داران باشد، هم نماینده احزاب و اقشار دینی باشد، هم نماینده اقشار آتئیست و خدا ناباور باشه یا بیدین باشه. تازه دینی هم باشه کدوم دین؟ ما در ایران 4-5 نوع فرقه دینی و دین داریم. از این زاویه است که من از شما میپرسم آیا یک حزب اساساً میتواند مدعی نمایندگی منافع همه ملت باشد یا این یک فریب است که باید از همکنون مردم ایران به این موضوع هم بیاندیشند؟ بفرمایید. 10 دقیقه وقت دارید. بفرمایید. بله خیلی متشکرم. جناب مانی عزیز، خیلی خلاصه عرض بکنم، نه خیر، امکان نداره شما یک گفتمان حقیقی و واقعی داشته باشید، بیارید در جامعه و بتوانید همه اقشار جامعه رو راضی کنید. این امکان پذیر نیست. اصلا به همین دلیل هم هست که تکثر احزاب یکی از اصول دموکراسی است. ممکنه شما گفتمانی داشته باشید که اکثریت جامعه بهش علاقه‌مند باشن، اون یه بحث دیگری است، خیلی هم امکان پذیره، ولی اینکه همه رو پوشش بدهید غیر ممکنه. برای اگر احزابی آمدن و سعی کردن که جنبه کشور شمول پیدا کنن و بگن که ما برای همه هستیم و اینا، شما بدونید که بدون قید و شرط اینا حقه بازن و داستان حقه بازی است. من فراجناحی هستم، داستان حقه بازی است. برای اینکه مگه ممکنه جناح‌های مختلف در کشور وجود دارن که بعضی از اینا در تضاد با هم هستن؟ چجوری شما میخواد فرای اینا قرار بگیری؟ بالاخره باید از یکی حمایت بکنی دیگه، نمیتونی بگی که همه خوبن و همه بدن. اینا داستان هست. برای نه، این امکان پذیر نیست. ببینید
من فکر میکنم یعنی اصلا دلیل به وجود آمدن این برنامه همینه که بینندگان عزیز ما توجه کنن، دوستان متفکر ما توجه کنن که حزب لازمه یک دموکراسی نوین و دنیای مدرن هست. لازمشه. چی هست حزب؟ افکاری است، حالا یا ایدئولوژی است یا گفتمان است. دیگه امروزها کمتر بحث ایدئولوژی، بیشتر بحث گفتمان یا دیسکورسه. گفتمانی است که یک عده معمولا نخبه‌های فکری جامعه مطرح میکنن. برای چی؟ برای اداره بهتر کشور. این گفتمان رو میارن تو سطح جامعه. بخشی از جامعه خودشو با اون در ارتباط میبینه و احساس میکنه که آقا اینا حرفای خوبی است. من فکر میکنم اینها برای آینده ما از این وضعی که الان داریم بهتره. بسیار خوب. چیکار باید بکنه؟ حزب کادرهای رو تربیت میکنه، میگه این طرز تفکر ماست، اینها طرح و برنامه ماست برای یک آینده بهتر و این افراد رو هم ما پیشنهاد میکنیم که به عنوان نمایندگان ما برن در مجلس و یا حتی بعد از اینکه مجلس رو در اختیار گرفتن در قوه مجریه این طرح و افکار ما رو پیاده بکنن. این اون روش طبیعی است که باید باشه. اما در بعضی از کشورها این امکان پذیر نیست. مثل ایران امروز یک نظام اشغالگری کشور رو اشغال کرده و وقتی این حرفا رو بهش میزنید جوابش اعدام و شکنجه است. خب طبیعی است که این احزاب یا گروه هایی که به وجود میان با افکار متعالی برای آینده ایران یک سد راه دارن، یک سنگ بزرگی سر راه دارن به نام جمهوری اسلامی و بعد این جمهوری اسلامی بزنن کنار. حالا آیا این کنار زدن جمهوری اسلامی توسط مردم باید انجام بشه یا توسط امام زمان باید انجام بشه یا توسط دولت‌های خارجی انجام بشه؟ این دیگه تصمیم با مردمه. هر کدوم از این احزاب و گروه ها میتونن بگن. یه کسی ممکنه بگه آقا من میرم با نمایندگان اتحادیه اروپا در کافتریاهاشون صحبت میکنم و قانعشون میکنم که این مانع رو از سد راه بردارید، ما بیایم بشینیم سر کار رو حسابی اونجا به قول خودشون خدمت کنیم. یه کسی هم میگه که آقا این فقط به کف با کفایت ملت شریف ایران. یه کس دیگر ممکنه بگه آقا میدونید چیکار میکنیم؟ تو خودشون پیشنهاد میکنیم کودتا کنید، این آقای علی آقا رو بردارید، مثلا این یکی جعفر آقا رو جاش بذارید، کار تمومه. این دیگه تشخیصش با شما ملت شریفه. دوستان گرامی، چیزی که شما باید به نظر من بخواید این هستش که نگاه کنید به افکار و عقایدی که مطرح میشه، هم گفتمانی که افراد یا گروه های مطرح میکنن و بعد حول اون محور قرار بگیرید. یعنی اینکه اگر دیدید یه گروهی، دسته‌ای، حزبی، شخصیتی گفتمانی داره که برای شما معنی پیدا میکنه، گفتمان به معنی اینکه در مورد آینده اقتصادی ایران طرح و برنامه داشته باشه، در مورد آینده سیاسی ایران و روابط سیاسی در ایران طرح و برنامه داشته، روابط اجتماعی ایران برای شما طرح و برنامه داشته باشه، سیاست خارجی ایران، تعلیم و تربیت ایران، ورزش ایران، حقوق بانوان. برای همه اینها اگر برای شما یک گفتمانی آورده گوش میدید، اگر براتون به قول ما اسپانیا میک سنس کرد، اون وقت میگید که خب من از این حمایت میکنم. پس ببینید این دو جانبه است. یعنی که یک گروهی ممکنه بیاد و همه این گفتمان رو داشته باشه، اما اگر شما باز بشینی تماشا بکنی که حالا بذار ببینیم چی میشه، هیچی نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته. اتفاق وقتی میفته که جریان اولیه پا به میدون بذاره، شما هم بیای دنبال حمایتش، چون آینده خودت رو میبینی. اگه نگاه کردی که آقا این آقا هم مثل که میخواد رئیس جمهور بشه، واسه اینها داره میزنه، خب کار به اینجا نمیرسه. طبیعیه اون مجموعه که میاد یه گفتمان داره برای
بهبود آینده کشور فکر میکنه من بهتر از هر کسی میتونم اجرا بکنم. اگر آمد و گفت حالا به من فکرهای خیلی خوب دارم ولی خودم نمیخوام راستش کاری بکنم، یه جا شما شک کن، یه جا شما به این موضوع شک کن، وگرنه شما باید طرح و برنامه مشخصی در مقابل این چیزی که نمیخواید و میگی باید براندازی بشه داشته باشی. شما نمیتونی بگی که اینا برن حالا هر چی شد شد. نه، این عین غیر مسئول بودنه. مسئولیت اونه که بگی اینا باید برن و ما به ازایش این اقدامات باید انجام بشه. اگر مردم از شما حمایت کردن عالیه، اگر هم نکردن شما اقلن آمدی گفتی ما به ازای این چیز بدی که الان وجود داره چه چیز خوبی میتونه جاش قرار بگیره. حالا یه عده میگن که آقا اینا برن اون رژیم قبلی خیلی خوب در بود اون برگرده. حالا یه عده اینطوری فکر میکنن دیگه. چقدر این معنی داره برمیگرده به جامعه. یه عده ممکنه بگن آقا اینا باید برن و در مقابلش این طرح و برنامه مشخص است. من فکر میکنم اگر دنبال یک جامعه لیبرال دموکرات مدرن هستید دوستان گرامی، بحث مشارکت شما بسیار مهمه. بنابراین اگر گفتمانی مطرح شد شما اگه وایسادی تماشا کردی بدون که به وظیفه تاریخی خودت عمل نکرد. بفرمایید جناب دیگه. بله خب بحث به جای باریکی رسیده که وارد جزئیات باید شد. همونطور که آقای سلیمانی گفتن 24 ویژگی برای یک حزب مدرن رو یادداشت کردن. میدونم آقای افتخاری هم چنین نظراتی دارند و بهتره اگر اجازه بدین این موضوعات رو بذاریم برای برنامه هفته آیندهمون. اما توی این فاصله اگر هر یک از دوستان در 2 دقیقه 3 دقیقه سخنی دارند میتونن بگن. بفرمایید. من یه نکته کوتاه رو بگم جناب مانی. در گذشته 2 سنخ در واقع حزب وجود داشته که احزابی بودن که اینا رو به نوعی احزاب نخبه‌گرا بودن در کنار احزاب توده‌گرا. احزاب نخبه‌گرا ویژگیشون اینه که بسیار بسته تر هستن، به کیفیت نگاه میکنن و نوع تفکرشون هم خب برجستگان و گروه‌های خاصی هستن که در درون یک طیف فکری قرار میگیرن. و احزاب توده‌گرا یا عمومگرا که اینها بیشتر بازن، منعطفن و به کمیت نگاه میکنن، یعنی هرچی بیشتر عضو داشته باشیم به نفع ماست. امروزه به نوعی تلفیقی از این هاست، یعنی یک حزب هم به مردم نیاز داره هم به نخبگان نیاز داره و بخشی از نخبگان خودش رو از مردم تأمین میکنه. مردمی که بدون حزب شاید فرصت مشارکت ندارن، وقتی وارد حزب میشن لیاقتاشون رو نشون میدن، توانایی‌هاشون نشون میدن و میرسن به درجه بالا. بنابراین در پیرو فرمایشات جناب افتخاری میخوام عرض کنم جدا از اینکه احزاب روش درست کسب قدرته، مردم نباید فکر کنن اگه وارد حزب میشن یعنی سیاهی لشکرن. نه، بلکه اونها هم میتونن مدارج ترقی رو در درون حزب طی کنن و برسن به اون سطح بالای هرم که بتونن در کارسازی هایی که در آینده عرض خواهیم کرد در استانها، در شهرستانها، در جاهای دیگه هر حزبی نیاز داره به کار گرفته بشن. ممنونم از شما. خواهشون. جناب افتخاری شما سخن دارید؟ من عرض خاصی ندارم، فقط میخوام این رو اضافه بکنم که حزب بدون مشارکت مردم به وجود نمیاد، یا اگرم به وجود میاد یک ببر کاغذی بیش نیست. اگر ملاحظه میفرمایید در خارج از کشور 222 حزب و سازمان سیاسی هست ولی کاری ازشون بر نمیاد، دلیلش عدم مشارکت مردم هست. بنابراین اگر مردم عزیز ما خواهان تغییر هستند به مسئله حزب و تقویت احزاب بپردازن. ممکنه بگن که اینا هیچ کدوم سلیقه منو جواب نمیده. خب این یک بدبختی است برای کشور ما که هنوز حزب یا گروه و سازمانی به وجود نیامده که بتونه نظر اکثریت جامعه رو به خودش جذب بکنه.
ولی به هر حال اگر مجموعه هایی هست که فکر میکنید میتونه تا حدی جوابگوی نیازهای شما باشه، دوستان بدون مشارکت شما هیچ تغییری یا تغییر مثبتی به نفع جامعه ایرانی اتفاق نمیفته. نشستن و منتظر ماندن که آمریکایی‌ها ببرنشون و نمیدونم اروپایی‌ها ببرنشون برای شما دردی رو دوا نمیکنه. برای یه عده اینجا ممکنه به نون و نوایی برسن، ولی برای شما هیچ مشکلی حل نمیشه. این مسائل به یه شکل دیگه ادامه پیدا میکنه. مشارکت کنید تا بتونید آینده خودتون رو تغییر بدید. بفرمایید. بله، درود بر شما. در برنامه آینده این بحث رو بیشتر باز میکنیم. تو این فاصله هم به نظرات همیهنانمون رو میبینیم، کامنت که میگذارن میخونیم و یک دنیا سپاس از همه شما. از همیهنانی که برنامه رو میشنون خواهش میکنم مشارکت کنید. این معنی که این برنامه ها رو تا اونجا که میتونید معرفی کنید که دیگران بشنون. این برنامه ها تبلیغی نیست، مردم بشنون تا خودشون بتونن تصمیم بگیرن برای آینده ایران. همه ما رفتنی هستیم، ایران ماندنی است و دموکراسی و آزادی باید در اون کشور حاکم بشود. بدرود تا برنامه آینده.